مرغ‌ها تربوز نمیخورن؟ میخورن. میخورن چرا؟ چی بود؟ چی هستی؟ اینه یک پیسه سو در تربوز؟ بازش که خو یا خدا در تربوز پیسه سک هم تربوز هم با مرادت رسیده. خوب هستی استاد جان؟ خوب هستی. نامت چی است؟ محمد کریم. کریم جان او گشنه هستن این رقم؟ نه گوشنه نیست، تشنه دانه خود زیاد داری هم تا تشنه میشه گرمیست نه. نمندازی او بارش؟ او من نختیم خود تشنه گرمیست چینگ چینگ داره. اون یگان دانیش قسم خو است مسمریز است چی رقم؟ نه خود گرمی دیگه تمام روز میگردانیم کوچه با کوچه دیگه. خب تا چند فروختی از صبح؟ از صبح 21 دانه. 21 دانه چند رو شده برات؟ دیگه یکیش داره تو کمیشن میتونم. خب این از خودت تام نیست از نه از خود من نیست با کمیشن. لون خورترکا 5 روپیه از دینی داره. خب خورترکا 5 روپیه یعنی پاییناش 10 روپیه داره. یاره باز واکسین هم میکنی دیگه نه؟ واکسین دیگه چمرغا والا خودش میکنه. از ما گشته دستانو سوداش ساده نشد پس برش میبرن تسلیم میکنه. خب باز اول بخاطر که خودت هم گرمی زده بخیالم نه گرم گرمی خواهد دیگه. بیا خیلی کمک تربوز میخوریم باز یک دانه یک شب کشته است. چند نفر هستیم فامیل؟ 11 نفر. تنها خود کار میکنی؟ نظر درباره تربوز چه شیرین باشه یا نه؟ شیرین است؟ اوکی. ما خاطر از تربوز این ملکی دوره کردم من تربوز بخورم باز میتونم. چی میگی ساکت میگه میخواستم که بپالم نمی قسمتت بود نمیخواستی که بخوری؟ گفتم کلام شکستگی رو پیدا کنم. شکستگی را اینا خدا انسان که روزی تا پیدا کردن من از اخلاص میخواستی. بالکل. خب امسال تربوز نو کردی تا هنوز؟ من خواهی یک روز بعد میرم یکان تا میرم. خب بگی بچه شکستای خودت مایده کرده که دست مامای کس این از این وسطش اینه میتو بگی وای او چیست؟ این کدام چیز است؟ چی بود؟ چی هستی؟ اینه یک پیسه سو در تربوز؟ بازش که خو یا خدا در تربوز پیسه چطور گپ امکان داره؟ از خاک پیسه در تربوز آمده باشه؟ نه دیگه کدام دفعه پیسه یافتی میتونی؟ پیسه حالا زندگی ما شده فقط 2 روپیه پیدا کنی. چی میگی؟ اوه ماشاءالله چقدر زیاد هم هست حسابش کو 1 2 3 4 5 بچه چی بی تربوز خو ما آوردیم حال نصف از دیگه نه؟ نه نصفش میگی کلش هم میگی؟ دلت کلش هم میگیری. نه هر قسم که تو میگی نه تو میبرم کار دیگه هر چی میکنی. خب به نام خودت برآمده باید از تو باشه. خیر باشه. خیر بینیم. ماشاءالله سک هم تربوز هم با مرادت رسیده هم خرما و هم ثواب بردی. حالا از تربوز خو ما رابطه نه میتونی که چند روز اصلا کار نکنی یا دگام در مرغایت اضافه کن که تجارت دیگه اینه مزه مرغا تربوز نمیخورن؟ میخورن میخورن چرا؟ نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير البشر لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير